ماما خیلی دور نشدی؟ چرا منم یه ذره نگران شدم. آقا ما رو کجا میبری؟ آقا ما رو برگردون. آقا ما جایی نمیریم، ما رو برگردون تو جمعیت. آقا گفتم بدون بابا سخته، گوش نکردی. آقا ما رو برگردون. آقا نگهدار. یا حسین. آقا ما رو برگردون. آقا نگهدار. ریحانه میگم بدون بابا خیلی سخته. کاش قبول میکردی سال دیگه با هم بریم. مامان خانم دوباره شروع نکنه. هیچ هم بدون بابا نیست. بابا از اون ور میاد، ما هم از این ور میریم. خودش قول داد. اولا که معلوم نیست بابا بتونه بیاد. دوما همه سختی و خطرش از اینجا تا اونجاست که ما تنهاییم. بابا که به هر قیمتی شده میاد، چون به من قول داده. سختش هم دیگه باید تحمل کنیم دیگه، چون ارزششو داره. خسته شدم دخترم. کاش میشد یه وسیله چیزی گیر می آوردیم. آقا ما جایی نمیریم، ما رو برگردون تو جمعیت. آقا ما رو برگردون. آقا ما رو برگردون تو جمعیت. یا حسین. آقا نگهدار. آقا ما رو برگردون. وصلناكم يا اهل المحنة وانا بقلوبنا من الأضمون يما ونشدنا ما حد لي كان
ونشدنا انا وما حد لقانا ونشدنا انا من جينا ما حد لقانا من جينا بينا ونحيلات ما ظل حيل بينا. هلا اهلا وسهلا، هلا بزوار ابو علي، هلا بالزينبيات، هلا بزهره، هلا بحبايبها، هلا بخطار ابو علي، هلا بالمعازين، هلا بيك حبيبات، هلا حبيبه الزهره، اهلا وسهلا، هلا بيكم نورتونا. خدام الحسين اهلا وسهلا، هلا بيك، هلا بيتكم، هلا بضيوف ابو علي، هلا بيك، اهلا وسهلا نورتونا يا بعد عمري، هلا بيكم اهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا. ليه الزوار بس اثنين؟ وين هاي الزوار الكومة وينها؟ ليش بس اثنين؟ تروح تجيب لي الزوار ابو علي. انا اريد اخدم ابو علي. روح جيب لي الزوار ابو علي، روح. وين الزوار؟ ليش ماكو زوار؟ يا ابو عبد الله، يا حسين، ليش بس اثنين زوار يا حسين؟ ليش بس اثنين زوار؟ اخاف مذنبه يا ابو عبد الله، ما راضي على خدمتي، اريد خدمك، اريد اخدمك يا حسين يا ابو عبد الله. يا حسين يا حسين، أنا أريد أخدمك يا مولاي، وحسين أنا عينك يا اللي تخدم حسين بالعين، أنا مضحي بجفوفك ودمعة العين، ونيت أنا ونيت على مقطوع نحره، يما رديت زينب بها حال رديت أنا زينب بها حال رديت، يما من يعينك والله بس العليل وياك والله، يما من يعينك انا وروس عليها بدينك، يما زينب انا وكل البجيل عزام. مامان چی شده؟ يما زينب انا فکر کنم به خاطر اینکه پسرش نتونسته زائرای بیشتری بیاره ناراحته. مامان جانم، دلم برای بابا تنگ شده. نکنه باز خواب دیدی؟ مامان بابا پیامکی زنگی نزد؟
ریحانه؟ الو؟ الو ریحانه؟ صدامو داری دخترم؟ چرا نفس میزنی دخترم؟ قرار اون بعد از ستون 1452 پشت حرم حضرت ابوالفضل موکب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. صداق تو دل حزینم، به یادت چله نشینم، به یادت چله نشینم. همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعینم. همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعین است. سپردم دل را به جاده، میایم پای پیاده. سپردم دل را به جاده، میایم پای پیاده. مامان، یعنی این آقای با دخترش از اینجا تا کربلا میخوان پیاده برن؟ این آقاه با دخترش، حالا از کجا معلوم دخترش بود؟ معلوم بود دیگه، خانومه که سنی نداشت. دلت خیلی برای بابا تنگ شده نه؟ مامان شما دلت تنگ نشده؟ من 6 ماهی که بابا ندیدم. هر بارم که اومدم باش تلفنی حرف بزنم دلت بیشتر هوایی شد. الانم دلتو صابون نزن دخترم، معلوم نیست بابا بتونه بیاد. حتی یه بارم نگفت قرارمون ستون 1452. ریحانه؟ الو؟
الو ریحانه؟ آروم باش عزیزم. چی شده؟ چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ دخترم گم شده. نمیدونم کجا رفته. دخترت گم شده. نه کتکش زدن نه سر باباشو بالای نیزه زدن. قصه نخور، پیدا میشه یا عزیزم. حضرت زینب، یا حضرت زینب. ریحانه؟ صدامو داری دخترم؟ ریحانه؟ يا اهلا وسهلا اخوي. اهلا يا هلا بزوار مكس. اعطيني اخوي. شكرا. اعطيني. اهلا وسهلا يا هلا. تفضلوا هذا بيتكم، بيت امام الحسين. اهلا. الو. سلام. اهلا. شنو؟ صاير؟ ها اجيت انا هسه بسرعه جيت. في امان الله اخويا. اهلا بكم. ذاك الجرس اكو حدر، هذا بيتنا. الحدر هذا القوه. في امان الله. شكرا. شلونك؟ يبي الزائر الامام الحسين، توجهتي يم باب البيت. ها زوار الحسين، هلا بيهم زوار الحسين، اخدمهم بعيوني. راح لابو محمد، صاير له اتفاق. هلا بيكم كلنا.
اجيتك يمه، اجيتك عين. ياهو ياهو. سلام. هلا عليكم السلام. هلا بيك عيني، هلا بيك يمه زوار الحسين، هلا بيك عيني، هلا بيك بيتي فدوى الهلوي. ها وين ماخذتهم؟ يا الزوار زوارنا وين ماخذتهن؟ زوجي هو اللي ياباهن. خوش زين خلاص. هي ادري شفتي وين ماخذتهم؟ لا لا عزيزتي الزوار زوارنا وضيوف ضيوفنا. ايوه ودقوا الباب، فتحت الباب لهم، تي زوار الحسين وانا اخدمهم، كان شماني ما انا بعينك. لا بعيني وخوشهم بعيني، لكن الزوار زوارنا وزوجي اللي ياباهم. هلا بكم كل الهلا. يا هلا بكم يا كل الهلا، احنا ما نعرف نخدم زوار الحسين. يا عزيزتي مو عنها، بس الزوار زوارنا زوجي جايبهم وضيوف ضيوفنا. اقول لك انت شو تطلبين نعود؟ كان زوار الحسين بس لك انت؟ مش بس لي، اقول لك زوجي هو اللي ياباهم. زين خير يا الله. اقول لك زوار الحسين هي طقوا الباب وفتحت الباب، انت ايش تاخذين من عندنا؟ ما طلبك، اقول لك الزوار زوارنا ولازم يدخلون ببيتنا ويخدمهم بعيوننا، زوجي جاي. شوفي لو صار على خيط رقبتي ما اعطي زوار الحسين وبكيفك. شيستي ما يصير، اقول لك زوارنا ولازم يدخلون ببيتنا واخدمهم بعيوني. كان ما عندي عيون بس انت عندك عيون. اقول لك الزوار زوارنا ولازم عيون. زين بشرط اعطيك اياها. غبلين زين وهلا، ما تغبلين بكيفك. بالله يلا قولي شرطك. يلا دحكي. سامحني شو اسوي؟ تعفين من دم ابني. شلون؟ دم ابنك؟ ايه خوش، اعف من دم ابنك. هلا بيجن يمه، هلا بيجن عيني، هلا بيجن نور بيتنا بوجودك، هلا وكل الهلا. ابني شاشة يوفي. سامعني يا الحسين، سامعني. مامان راستی دعوا سر چی بود؟ چرا یهو خانم کوتاه اومد؟ منم نمیدونم، ولی فکر کنم سر پسرش بود. بذار خانمه بیاد یه جوری ازش میپرسم. هلا وكل الهلا، نورتوا بيتنا، اهلا وسهلا. هلا بيكم بيتي يمه، هلا وكل الهلا. شربوا بنيك. بالعافيه بالعافيه يمه. بیا ریحانه جان. شربوا يمه، شربوا شايك، شربوا بيتي. شكرا. يما هاي يمه. ماذا جدل باب؟ سالفه طويله يا يمه، وانت ضيفتي وما اريد اضيج خلقك. هم صرت من اهل البيت وتردين تظلين مده عندنا ببيتنا. كنت تدرين يا يمه، تجرح القلب يا يمه، ودهورتنا وخربت بيوت. احنا جيران يمه كنا وفرد بيت، لكن طشرنا الدهر يا يمه ولعب بينا لعب. وبينهم يا يمه قتل وليدي وحي، وهو شحرة قلبي يا يمه. ابن يمه لبت عشاي. يعين قلبك يا زين يمه، وتوسطت الناس وكبار العشيرة، لكن يا يمه يضيب قلبي وما أرضى. رحت للمحكمة، قلت لهم لازم يصير قصاص، والدم بالدم لازم ينقتل يا يمه، مثل ما قتل ابني وشوطني ونشف دمعتي بعيني يا يمه. وهسه يا يمه واقفة بالباب وتقول لي احفي عن ابني وطيج زوار الحسين، نارك بقلوبنا. عفيت يمه، عفيت على موتكم انت وزوار الحسين، نورتوا بيتي. ايه يا يمه، وليدي تسمعني مثل ما تسمعني الناس.
فديت دمك للحسين يمه، دمك ينخلط ويا دم الحسين يا ابني. إيه يا يمه تسمعني يا ابني، وأنا رضيت مثل ما رضت بهضمها زينب. يا زينب يما الولد شو نريد منه، يما نريد البشوش وضحك سنه، انا ويدش علي يا يما من غير منه يا وليدي ولك يما. يما نايمه من العرب روحي يا يما. دخترم ریحانه مامان داریم میرسیم، فقط 8 ستون دیگه مونده. میبینی ریحانه دخترم کربلایی میشه بابوسه قربونش برم. اول میریم موکب ستاد، بعد با بابا ایشالله میریم حرم. یا حسین ألا يا حج الحنين سقاكم زمزم عيني ألا يا حج الحنين. دخترم مطمئنی بابا اینجا قرار گذاشت؟ آره مامان، گفت بعد از ستون 1452 موکب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. آخه موکب که 1 متر 2 متر نیست، یه دریاست. گوشی بابام که خاموشه. نمیدونم تا کی باید منتظر بمونیم. من دلم طاقت نداره، میرم حرم امام حسین زیارت و زود برمیگردم. تو هم برو تو استراحت کن تا ببینیم چی میشه.
ساره بون ساره بون طفل صغیری ز حسین گم شده ساره بون ساره بون قامت زینب ز علم خم شده ساره بون ساره بون طفل صغیری ز حسین گم شده ساره بون ساره بون طفل صغیری ریحانه بابا جون شاه تشنه لبان سکینه آمدن از دم باد و صد آفغان دل میدانم گفتا عباس جوان گفتا عباس جوان ای شاه تشنه لبان سکینه آمدن از دم باد و صد آفغان فرزند شاه عرب فرزند شاه عرب دارم از خود عجب سقای تشنه لبانم جانم آمد بلند علم میدانم گفتا عباس جوان گفتا عباس جوان ای شاه تشنه لبان سکینه آمده ندم باد و صد آفغان شاه در خیمه ها شاه در خیمه ها بانگ فریاد و از صغیرا و الحجاز میره و تا سما دل نمیدانم سلام حاج آقا شمس، من همسر سید علی هستم، سید علی قائدی. به سلام علیکم، زیارت قبول. سلامت باشید. حاج آقا ریحانه دخترمو کی یادتونه ندیدینش؟ نه میگم شاید با باباش رفته زیارت. حاج سید امسال کربلا نمیاد، یعنی نمیتونه بیاد. سید برای نذر هم شده میاد، شک نکن. نذر؟ عجب آدمیه، نگفته به شما. سید هر سال نذر کرده روز 40 پشت حرم حضرت عباس کفش زایرا رو واکس بزنه.
چی کار میکنی؟ پاشو بعد بریم حرم برگردیم تهران. چشم مامان، بابا رو دیدم گفته میرم زیارت، الان میاد با هم میریم. الو سلام مامان. مامان یه دقیقه گوشی. الو والا چی بگم مامان، خودم هنوز تو شوکم. نه خبر جدیدی که ندادن، مثل اینکه جنازه سید دست تکفیری هست. نه تو رو خدا ریحانه نباید بفهمه. مگه نمیدونی چقدر باباییه؟ نمیدونم چی کار کنم. شاید مجبورشم ببرمش. هفته گذشته با بابای صحبت کرده بود، قرار گذاشتن به این کربلا باشی. ببینم چی میشه. ماما شما رو دادم به سپاه قدس. اگر خبری شد فوراً به من زنگ بزن. مامان تو چرا هنوز نشستی؟ من کوله پشتی خودم بستم، کوله تو رو هم چک کردم. اخبار گفت ممکنه مرز مهران ببندن، تو دیر نشده بریم. همه چی هم که حاضره. من رفتم دم در منتظرتم. زود بیا یا
زیارت تموم شد من اینجا منتظرتم. الو سلام مامان، خوبیم؟ ما نجفیم کنار حرم حضرت علی. حتما حتما. 3 روز بعد از 40. چجوری به ریحانه بگم؟ هنوز نتونستم بهش بگم. چرا من اذیت میکنی مامان؟ بابا چند روز پیش تو سوریه نزدیکای حرم حضرت زینب زخمی شده. آوردنش تهران، باید برگردیم. زخمی شده؟ ما با هم بودیم. گفت میرم برمیگردم. مامان جان حوصله کن، میاد با هم میریم. ریحانه لش نکن، پاشو بریم، بابا تهران منتظره. تا بابا نیاد من هیچ جا نمیام. ریحانه؟ ریحانه؟ بابا جون؟ ریحانه؟ چرا نفس میزنی دخترم؟